رئیس امنیت ملی بفرمایید. بعد از صحبت خب امیر رئیس امنیت صحبت خدا خلاص کنه، باز دوستا صحبت بکنه. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه جناب رئیس به ولوسی جرگه افغانستان و وکلای محترم ملت بزرگوار افغانستان، اول ما اتحاف دعا میکنم برای پاک تمام شهدای افغانستان و به خصوص برادر بزرگ ما سمکنی صاحب که چنانچه وزیر صاحب دفاع گفتن ما با ایشان همچنان همراهشان در 4 سال گذشته آشنایی شخصی داشتیم و زیاد تماس داشتیم و امیدوار هستیم و از خداوند استدعا میکنیم که به زازای صاحب هم صحت نصیب کنند. مثل همیشه ما زیاد شما را دردسر نمیتونم، بسیار گپای کوتاه دارم. اول پلان هرچی که بود، اگر 1 کمربند بود، 2 کمربند بود، 3 کمربند بود، 1 شو چک کردیم، 2 شو چک کردیم، 3 شو چک کردیم، بالاخره فاجعه رخ داد و جشن برهم خورد. نتیجه مهم است. در نتیجه ما ناکام ماندیم و ما به خاطر از این ناکامی به ملت افغانستان که شما نمایندایشان هستین سر تعظیم خم میکنم. این عذر نداره و از صمیم قلب من سر تعظیم خم میکنم که عذر میخوایم از ملت افغانستان. پول امی، امکانات امی، تیاره امی، قوای ناتو امی، حمایه پارلمان امی، توقع ملت افغانستان امی، ما ناکام هستیم. لفظی هم نمیکنم که شما حتما به ما رای اعتماد بده. از چهره من میفهمین که چقدر با اشتیاق کار کردیم و چقدر خسته هم معلوم میشه. موضوع 2، اگر شما بخواین که در جلسه عمومی شورا این قضیه را تحقیقات کنین، هیچ امکان نداره. بهترین روشی است که مرا به تعلیق برتن، رئیس امنیت سرپرست تعیین شود، یک کمیسیون مستقل بیایه ببینه که کی چی کرده بود و چرا ناکامی به وجود آمد. او معقولیت داره. اگر شما از ما بخواین که در برابر تمام مطبوعات ما به دشمنای افغانستان خبر بتم که خب توی کار کرده بودی، من این کار کردم، به این دلیل تو کامیاب شدی، من ناکام شدم، این حیثیتی از این وطن صدمه میزنه و ما به خاطر دفاع از خود و گرفتن رأی مجدد اعتماد نمیخوایم حیثیت وطن ما به معامله بگیریم. این را به شما میگذاریم به هر شیوه که شما حاضر هستین تحقیقات کنین، ولی به شیوه علنیش این صدمه است به حیثیت کل افغانستان. نقطه 3 که ما برای شما میگم، آیا اطلاعات وجود داشت؟ بله وجود داشت. ما بارها تکرار کردیم یکی اطلاعات انسانی است. انسان ها نظر به انگیزه های خود شاید دروغ بگویند، شاید ما را فریب بدن. این بار ما اطلاعات بسیار مجهز تکنیکی داشته که این کار صورت میگیره و اطلاعات کتباً و شفاهی و شورای امنیت ملی بر جناب رئیس جمهور افغانستان و بعدا در آخرین جلسه ما یادآوری کردیم. چی وقتی این کار پلان کرده بود دشمن در 18 هود، اتاق هم 45 روز پیش کرا گرفته بودن. ما به جزئیات دیگه نمیخوایم برم. موضوع دیگه ای است که راه حل های آمیز ما استیضا شویم. ما در جزئیات هم نمیرم الا ای که شما مطبوعات بکشن، باز ما یک دوسیه جزئیات دارم. بس گپی است که راه قضیه در این است که روز 8 سور چی اتفاق افتاد. خدا سر ملت افغانستان یک رحم بزرگ کرد. موی رئیس به جمهور تلف می شد،
دیگه سیستم را من نمیدیدم که مملکت جمع میکرد. ای که ما با یک استیزا خلاص میشه ما شکرگزار است. ای که وطن نپاشید ما شکرگزار است. مشروعیت در وجود ارگ خلاصه شده در این وطن. دیگه خب ما پلان اضطراری را نمیبینم و از او خاطر خوش هستیم که عمق فاجعه به او حد بزرگ نبود. درست از جای سمکنای سب خالی است. گپ آخر او ای است که اگر در روش تغییر نبیاید، اگر در برنامه تغییر نبیاید، اگر در شیوه کار تغییر نبیاید و این استیزا قضیه حل نمیشه. پارسال در سراسر افغانستان 4117 حمله صورت گرفته بود. ما هیچ ضمانت نمی کنم که در شیوه موجود پس 8000 حمله صورت نگیره. و من الله توفیق. تشکر رئیس امنیت ملی. منشی صاحب رئیس